علیکم بینندگان عزیز. ما تجربه آموزان روزنامه خطلان تصمیم گرفتیم که درباره عید مادران یک چند نظرسنجی ها در بین اهالی شهر باختر گذرانیم. رفتید. سلام علیکم. ما از روزنامه خطلان هستیم. السلام. نام خود را میگفتید؟ نام من دیگه. میگفتید که بخشیده به روز مادران و مادرتون چی گفتنی ها دارید؟ سراول تمام مادران رو به این روز مبارک یعنی به روز 8 مارس تبریک و تهنیت گفته. خواهان اونم که همه وقت در بر فرزندانشون صحت و سلامت باشند و به مادر خود گفتنی هم که مادر جان شما را خیلی دوست می‌دارم و همه وقت در سر ما سایبانی سر ما باشید. تشکر، زنده باشید. با مادر خود گفتنیم که همیشه من مادرم رو دوست می‌دارم، همیشه تنصیحات سربلند و خونه آباد باشد، همه وقت در طور سر ما باشد. همین. راست مادری من خورد بودم رحمتی گذاشتن یکی که افسوس میخورم که حاضر وای را تبریک کردن نمیتونم. یکی که مادر بزرگ است، با همه مادران زنان خوشبختی از همه اولش خوشبختی است. اگر که خوشبختی باشد بعد فرزند سالم، فرزندی که مادر را دوست می‌دارد. با مادر خود خوشحالی میخوام و میخوام که همیشه خوشبخت باشد، خوش و خرسندی باشد در ما. میخوام یک شعر بگویم برایش که خوشحال شود. مادر گنج قیمت است، هستیش غنیمت است، قدر مادر بدانید هر کس که با همت است. تشکر. آچه جان با عیدتان تبریک میکنم، شما را سخت دوست میدارم. رحمت، سلامت باشید. سلامت باشید. برای زنای تاجیکستان ما در روز 8 مارس خوشبختی و وطنی آباد، فرزندای خوب تقدیم کردنی هستم. در برابر فرا رسیدن بهار نازنین اینچنین عید روز مادر تمام مادران تاجیکستان را به این روز عیدشان مبارکباد میگویم و خواهان آن هستم که همیشه چون گلهای بهاری شکوفان باشند و در لبانشان همیشه تبسم هویدا باشد. مادر چه کلمه زیباست، در چهره او عالم هویداست. عالم با همه بزرگی هایش در زیر قدم مادران جاست. بخشیده به روز 8 مارس تمام مادران تاجیکستانی و تا بیرون از تاجیکستان را مبارکباد میگویم. خداوند همین خیر کند که مادران ما همیشه عمر دراز با برکت بینند، وقتی خوش داشته باشند، سلامت باشند و همیشه سایبان سر فرزندان خود باشند. خب با تمام مادران تمام دنیا آسمان صاف به‌غبار، صلح و امن و ثبات، سری و فراوانی، فقط شادی میخواهم. بگذار اگر اشک هم باشد اشک شادی ریزم، نه اشک غم و اندوه. همین است تمنیات من به مادران. سلامت باشید. اینک پرسش ما به انجام میرسد. خیر تا برنامه های دیگر روزتان مبارک باشد بانوان عزیز.